از اونجایی که میخواستم از مکانهای تاریخی استانبول دیدن کنم، تصمیم گرفتم که برای روز سوم تور تاریخی رزرو کنم. از صبح ساعت 8:45 دنبالم اومدن. در ابتدا به سمت میدون سلطان احمد رفتیم. ستون تئودوسیوس رو میبینید که حدود 3500 سال قدمت داره و از مصر باستان اومده که روی اون تصویر امپراتور و خانواده‌اش حکاکی شده. و ستون بعدی مار افعی هستش که 2000 خورده سال پیش توسط یونانی ها ساخته شد. یکی از کاخهایی که در این میدان قرار داره کاخ توپکاپی معروف به کاخ کبوده که به خاطر رنگ کاشی ها و جلوه های معماریش معروف شده. این کاخ مرکز اصلی حکومت عثمانی هاست که شامل بخش های مختلفی میشه و همه چیز پر از جزئیات باشکوه و طراحی های هنریه. برای ورود به بخش موزه این کاخ باید حدود 30 یورو پرداخت میکردیم که به دلیل تایم کم ما نتونستیم از داخل بازدید کنیم. در ادامه از کوچه پس کوچه های بغل کاخ رد شدیم و در مسیر یک مسجد قدیمی که سال 1453 درست شده بود رو دیدیم. مقصد بعدی ما محله بالات بود که در این مسیر از یک کلیسا دیدن کردیم، ولی از اونجایی که اجازه فیلم برداری نداشتیم نتونستم چیزی براتون ضبط کنم. در ادامه به بالات رسیدیم، یکی از قدیمی ترین محله های استانبول که خیابون های رنگی، خونه های قدیمی، کافه های کوچیکش که حس زندگی داره رو دیدیم. سالانه میلیون ها توریست برای دیدن این روستا به استانبول میان. و در اینجا مدرسه یونانی فنر یا مدرسه سرخ رو دیدیم که از قرن 15 ساخته شده ولی اجازه بازدید عموم نیست. و در ادامه در محل گشتی زدیم و از ساختمون‌های رنگیش لذت بردیم و عکس گرفتیم. مکان بعدی مسجد سلطان سلیمان هست که در قرن 16 میلادی ساخته شده. این مسجد گنبد بزرگ مرکزی و 4 مناره بلند داره و از زیبایی‌های اینجا کاشیکاری‌های رنگی و خوشنویسی‌های اسلامی و تزئیناتش هست. این مسجد نقش فرهنگی و مذهبی داره
و جالبه بدونید به علت معماری ویژه‌ای که داره هنوزم به عنوان یک مکان امن شناخته میشه. در لوسترهای این مسجد از تخم شترمرغ استفاده کردن که علاوه بر زیبایی باعث شده تا الان هیچ تارعنکبوت یا حشره‌ای لونه نکنه. در اینجا مقبره های سلطان سلیمان و خرم سلطان به علاوه پسرهاشون، نوه ها و نتیجه هاشون رو میبینید. خرم سلطان یکی از قدرتمندترین والده سلطان ها بود و نفوذ زیادی در امور دولت داشت. اون تونست سنت های قدیمی رو بشکنه و به عنوان همسر رسمی سلطان مطرح بشه. جالبه بدونید که خرم سلطان به سیاست های داخلی و خارجی عثمانی ورود داشت و گاهی حتی برای تعیین جانشینان سلطنتی هم دخالت میکرد. اومدیم توی مجتمع و منار من گوشته آره این گوشته ما فاینشه آره گفت که این بالایی one is fried thank you. همون شاد نمونه یه خورده بازار بگردیم ببینیم که چه میتونیم پیدا کنیم که بخریم. من آماده شدم دارم میرم مدرک زبانم بگیرم بعد دیگه تا ساعت 5 شب بیکارم. توی این مدت هم حالا میرم یه خود بازار و اینا و دیگه با اتاق خوشگلم خداحافظی میکنم. خیلی خوب بود، اقامت خوبی رو داشتم و دیگه توضیحات تکمیلی رو بعدم بهتون میگم.
Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, بستنش خیلی خوشمزه بود از برگر کینگ. sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 پرواز من با ایرلاین قشم ایر بود. هم رفت و هم برگشت بدون تأخیری 3 ساعت طول کشید و همچنین پذیرایی خوبی هم داشتم و تنها مشکل فاصله کم بین صندلی ها بود. Automatically pull the mask down and place it over your nose.